با سلام خدمت شنوندگان عزیز این صحبت ها. بحث امروزی که میخوام اینجا مطرح کنم در مورد جنبش های خودجوش شبکه‌ایه. من قبلا یه مطالبی در این مورد نوشتم و یه دونم بررسی کرده بودم در مورد جنبش زن زندگی آزادی ژینا و مفصل، خیلی مطالب زیادی توش هست. شاید یه مقدار همین باعث شده مقاله رو سنگین کرده. دوستان پیشنهاد کردن که توی یه صحبت‌های شفاهی بخشای در واقع از چیزیش که کاربردی تره برای امروز ما رو مطرح کنم. من این در واقع صحبت و این پرزنتیشن رو در همین رابطه براتون تهیه کردم. من باید شروع کنم این که سرفصلایی که تو این صحبت امروزم دارم، حالا شاید اگه دیدم زمانش طولانی شد تو 2 قسمت این رو بشکنم. این سرفصل هاست که اینجا الان جلوی حضور جلوی چشتون هست. بله، یه معرفی کنم من کی هستم به لحاظ این صحبت، یعنی چه تجاربی دارم، چه چیزی گرد آوردم که این صلاحیت رو قائل شدم که بیام این صحبت رو برای شما بکنم. یه پیشگفتار و مقدمه ای رو ابتدا میگم، بعد جنبش خودجوش شبکه‌ای چی هست، تشکل چی هست، تشکل توی جنبش های شبکه‌ای چه ساز و کاری داره و چجوری حالا این جنبش های خودجوش شبکه‌ای سازمان یابی در واقع یا سامانیابی پیدا میکنه. بر این اساس رهبری که این بحث خب توده ها و رهبری رو در واقع توی جنبش های خودجوش شبکه‌ای چجوری میبینیم، چجوری کاربرد پیدا میکنه و برداشتایی که حالا راجع به این جنبش های خودجوش شبکه‌ای از دید جریانات سیاسی هست و اونها حالا از دید شبکه‌ای به چه صورت در میاد و یه پایان بندی هم خدمتتون میدم. من یک سری جملاتی که حالا فشرده واقعا یه درک هایی هست به نظرم اومد توی این پرزنتیشن استفاده کنم، براتون میخونم دیگه. مبارزه سیاسی اساساً در عرصه پراتیک رخ میدهد. نظریه پردازی تجربیات مبارزه کمک میکند به آن مفهوم ببخشیم و گسترشش دهیم. یعنی بعد از تو دل پراتیک مبارزه سیاسی نظریه پردازی ها اومده باشه بیرون. خب خدمت شما معرفی در واقع نمیخوام بگم حالا احمد جواهریان چه کسی هست دیگه، الان تو اینترنت دیگه همه چی رو میبینیم دیگه. منم خیلی آدمی اوپن سورسی هستم، همه چی همه کارهایی تو هر زمینه کردم دیگه در خدمتتون هست اونجا. ولی میخوام بگم من از کجا به این موضوع، یعنی احمد جواهریان از کجا وارد این مبحث شد، جنبش‌های خودجوش شبکه‌ای. من موقع جنبش سبز توی ایران بودم و تو موقع جنبش سبز از کسایی بودم که خیلی درگیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، موقع فیسبوک و توییتر که تازه مطرح شده بودم. از اولین کسایی بودم توی بچه‌های چپ داخل ایران که اصلا رو سایت‌های اینترنتی و در واقع اینو ورود پیدا کردم. همکاری کردم با نشریاتی برای اولین نشریات چپ دیجیتال توی ایران و حالا یه آدمی بودم که هم دید دیجیتال داشتم که تو نسل ما اون زمان کم بود و هم درگیر جنبش سبز شدم، وسط جنبش سبز رفتم و اونجا متوجه شدم که این جنبش ویژگی‌های خاصی داره، برخلاف اون تصوری که خیلی همونو میبینن یه جنبش شبکه‌ایه. و وقتی به این فکر افتادم و دیدم، یعنی میدیدم که روی فیسبوک تصمیم گیری ها به وسیله گروه و شبکه گرفته میشه، نه رهبران بیرونی که نامشون برده میشد. تمام تظاهرات مهم اول اونجا تصمیم گیری شد، بعد اون رهبرا شرکت کردن با اعلام قبلی یا عدم اعلام. من اینو به چشم دیدم و تحقیق میدانی کردم با بچه‌هایی که درگیر جنبش بودن، جوانهایی که بودن صحبت کردم. دیدم برای اونا خیلی امر طبیعیه و اینو کاملا متوجه هستن، هرچند برای رفقای نسل ما اینا
برای بعضیشون هنوز هم سخت پذیرشش. و تحقیق میدانی کردم، از همونجا یه مقاله نوشتم. جنبش سبز اولین جنبش شبکه‌ای در ایران. حالا اون موقع هنوز نرفته بود تو بهار عربی، و بعد رفت تو بهار عربی، اومد تو تسخیر وال استریت، جنبش تسخیر وال استریت، و بعد همه جای دنیا دیگه رفت و مشخص شد که جنبش سبز ایران یه بدعتی تو این منطقه بوده در شیوه هایی که یه مبارزه پیش میره. لذا از اونجا دیگه دنبال کردم، تحقیق کردم، مطالعه کردم و اومدم جلو دیگه. 96 98 بحث کردم راجع به این جنبش ها و پیش بینی کردم جنبش بزرگ مردم ما به صورت شبکه‌ای خواهد بود قبل از اینکه زن زندگی آزادی اتفاق بیفته. چجوری باید تو احزاب مختلف، به ویژه احزاب چپ که مد نظر من بود، با این پدیده آشنا بشیم، ورود کنیم، کار شبکه‌ای چرا باید کرد، چجوری. تمام اینا مطالبی است که من انتشار دادم. دوستان اگه بذارن احمد جواهریان و شبکه کاری، احتمالا این مطالب هست میتونن مطالعه کنن. پس از این موضع یعنی دارم ورود پیدا میکنم به بحث این قضیه. باز یه دونه از اون گفتارها که خیلی مهمه به نظرم توجه کنیم اینه که اینکه چگونه پرسش خود را ترک کنیم بر پاسخی که میابیم تأثیر جدی خواهد داشت و این نحوه طرح سوال خیلی مهمه تو کار پژوهشی و تو کار تحقیقی. خب جنبش زن زندگی آزادی، من با ژینا بیشتر علاقه‌مندم اونو بنامم به خاطر همون ریشه‌ای که داشته. حالا من بعداً توضیح میدم. یه نقطه عطف بوده توی تاریخ ما، حالا رو دوش همه اون جنبش‌های قبلی ایستاده، ولی حالا دیگه به اوج یک ویژگی‌های خودشون رو رسونده و یه جنبش خودجوش شبکه‌ای بوده. من دوباره کار مطالعاتی تحقیقی میکردم تو طین این یک سالی که جنبش در واقع خیلی به اصطلاح رشد داشت، بالا بود، بعد در حال برآمد جدی بود. من اون موقع خب این مطالعه خیلی جدی میکردم و بله دیدم که خب اون نظریه ها هست و گفتم روشم مطالبی رو نوشتم. حالا خیلی ها میگن جنبش های خودجوش شبکه‌ای رو حالا میشناسن که هست و براش در واقع وجاهتی قائلن، ولی میگن بی نتیجه است، فایده نداره، به جایی نمیرسه. چرا؟ چون در واقع بر اساس اون تشکل‌های شناخته شده منظم طولانی مدت در واقع دارای یک جهانبینی یا ایدئولوژی یا یه برنامه و یه اساسنامه مشخص چون نیست، اینها رو چنین ارزیابیایی داره که حالا من واقعا واردش میشم. حالا من یه زوایای تازه‌ای توی این قضیه دیدم و خیلی علاقه‌مندم این بحث‌ها به هم پیوند بخوره. درست گفتم که این از اون تجربه های میدانی من بیرون اومده. برای اینکه همون گفتم سوالا رو بعد درست تر کنیم، من یک سری سوالم اینجا مطرح کردم جلوتون گذاشتم هستش که آیا جنبش ژینا یک جنبش اجتماعی خودجوش شبکه‌ای بوده یا نبود؟ آیا اساساً جنبش خودجوش شبکه‌ای چی هست؟ خودجوشی آیا به معنی نداشتن تشکله؟ نحوه تشکل تو این جنبش ها چیه؟ آیا این جنبش بدون رهبره؟ هی میگن این جنبش های بی رهبر، خیلی رو این تاکید میکنن. یا حالا به دیدی که من بهش رسیدم یه جنبش پر رهبره نه بی رهبر. و امر رهبری چجوری تو اینا پیش میره وقتی ما اون ساختارهای در واقع شناخته شده قبلی تو نهادهای حزبی و سازمانی نداریم؟ خب اینجا بس چجوری رهبریش میکنه؟ اینا سوالاییه که اگر پاسخ موفق بشم بهش بدم تو این صحبت ها، خب موضوع رو برای شما عزیزانم روشن میکنه. یه نکاتی رو به نظرم اومدش که مشخص کنم، چون ما وقتی میگیم مثلا جنبش ژینا یه جنبش در واقع خودجوش شبکه‌ایه، درست،
بعد متوجه باشیم که داریم اون محورهای اصلیش و اون به اصطلاح جنبه بزرگترش رو در واقع داریم روش دست میزنیم، وگرنه آنچه که رخ داد در عالم تجربه یک جنبش چند لایه و چند بعدیه و بعد حواسمون باشه یا اگه تقلیلش بدیم به یه جنبش یک دست و یک شکل، خب وقت اشتباهه. کسانی به راحتی میتونن بگن پس چرا اینجاش اینجوری بود، پس چرا اونجا این چیزی که میگیم نبود. به همین لحاظ اون چه که مهمه اینه که ما اون در واقع چند لایگی و چند بعدیشو بهش اشاره کنیم، بعد رو محور اصلی فراگیرش در واقع نظریه پردازی کنیم. خب جنبش زن زندگی آزادی فضامندی داشته، مثل همه پدیده های دیگه سیاسی. سیاست انگار یه جغرافیای سیاسی داره، اسپیس داره، سپهر داره، فضا داره، یعنی کجا داره، کجا چگونه پیش میره. ما خیلی موقع ها از یه سیاستی میشنویم و یا خودمونم به کار میبریم که جا و مکان نداره، انگار سراسری، انگار یه علم ابسترکت مجرده. تو سیاست اینجوری نیست. مثلا توی شهرهای مختلف، جاهای مختلف، شکلهای مختلفی پراتیک سیاسی به خودش میگیره، همیشه هم همینجوری بوده. من به نظر اومد این رو باز روش دست گذاشتم که روشن کنم برای خودمون. بخش مهم و محوری جنبش زن زندگی آزادی جنبش خودجوش شبکه‌ایه، درست، اما بخشی از این جنبش با ساختارهای سنتی دینی مبتنی بر اسلام سیاسی نوع سنی عمل کرده دیگه. توی بلوچستان دیدیم آقای مولوی عبدالحمید که رهبری کاملا کلاسیک سنتی، در واقع خیلی شبیه انقلاب در واقع خمینی 57، ایشون یه نقش کاریزماتیک، شخصیت دینی داره، توی نماز جمعه ها عمدتا متمرکزه برای پیشبرد سیاست خودش و ارتباط هم شبکه‌ای نی در درون اون نوع اعتراضاتی که حالا به تظاهرات و به کشتار فجیع ضد بشری عزیزان بلوچ ما توسط حکومت می انجامه. هرچند توی بلوچستان جنبش های در واقع اون شبکه‌ای و میون جوانان و قضایا هست، ولی اونجا مثلا محوری نیست، درست. بخشای دیگه ای از همین جنبش توی کردستان وقتی بهش برخورد میکنیم، درست، در ساختار احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای اجتماعی و مدنی کرد تحقق پیدا میکنه. یه نوع تلفیق داریم اونجا در واقع از تشکل‌های شبکه‌ای که در سطح شهرها و روستاها شکل گرفته و مبارزات پیش میبرن، ولی اونجا به خاطری که احزاب کرد پایگاه قوی دارن، تو این شبکه‌ها اونقدر به اصطلاح نیرو هوادار و در واقع گرایش به اونا هست که این فرصت رو به اونا میده که هماهنگی داشته باشن، ولی اونها هم این شکل شبکه اونجا رو میپذیرن و باهاش همراهن. و بعد خب میبینیم دیگه مثلا اعتصابای عمومی از طرف احزاب داده میشه و این شبکه ها پشتیبانی میکنن و میبینیم این تلفیق رو. این رو وقتی میایم مثلا توی تهران، میایم تو جنبش دانشجویی، میایم تو بخشای دیگه، اون شکل، اون ویژگی کردستان اونجا. بعد یه بخش دیگه ای هست، یه تلفیقی داره با مبارزات صنفی و صنفی سیاسی گسترده‌ای که وجود داشته، یعنی اعتراضات در واقع بازنشستگان هم، معلمان هم و دیگر کارگران هست که در سطح اعتصابای کارگری مناطق نفتی رو به خصوص بودیم اون موقع، فکر کنم کارگران پروژه‌ای فعالتر بودن، اونا هم نوعی تلفیق ویژه خودشون رو با این جنبش در واقع شکل دادن. و یه قسمت چهارمی داریم که در خارج از کشوره که اگه یادمون باشه اون سازماندهی اون تظاهرات‌های بزرگ و اون در واقع فعالیت‌ها و پویشایی که در خارج به پشتیبانی از جنبش زن زندگی اتفاق افتاد، اونا هم موقع پیدایشش بسیار شبکه‌ای بود. در نهایت احزاب و سازمان‌ها و جریان‌هایی
از سیاسی تلاش کردن که اونا رو به یه سمتی سوق بدن و در واقع خودشون رو جایگزین اون کنن. مداخله وسیع مدیاهایی که خب حالا برنامه دارن دیگه، واقعا مدیا نیستن دیگه، ارگان سیاسی یک سری جریاناتی هستن، اونا مداخله که و اتفاقا اونا بسیار بسیار ضربه زد که حالا شاید بهش پرداختم بعدا. اینا اجزاء متفاوتی هن که اون محور جنبش شبکه‌ای که آغاز میشه گسترش پیدا میکنه روی سر اینا و همه اینا رو در واقع با هم در درون خودش نگه میداره و پیش میبره. لذا حواسمون هست وقتی از جنبش شبکه‌ای، خودجوش شبکه‌ای به عنوان ژینا داریم صحبت میکنیم، اینها رو متوجه هستیم، ولی جنبه‌های جانبی و در واقع کلاژ کناری و درونیش هست، هرچند که خود جنبش ورای اینها شکل شبکه‌ای داره. بعد توی این جنبش علاوه بر این که چون نیروهای بسیار متفاوت، اقشار بسیار متفاوتی و به ویژه زنان نقش محوری دارن و جوانان نقش محوری پیدا میکنن تو این مبارزه، درست گفتمانهای مختلفی در درونش میشه تشخیص داد. میشه یک گفتمان سراسری رو دید. گفتمان وقتی میگم منظورم دیسکورسه، باز دیسکورس هم توضیح میدم، یا گفتمان در واقع مجموعه اون فرهنگ گفتاری به اصطلاح به هم پیوسته‌ای که در واقع جنبش رو بیان میکنه، ما اونو گفتمان فقط مربوط به جنبش نیم، ولی جنبش ها قدرت ایجاد گفتمان یا تغییر گفتمان دارن که یه بحث در واقع جامعه شناسی خب خیلی نوعی هم هست تو جامعه ما و چیزای خوبی در موردش نوشته شده. اگه عزیزانی علاقه من بودن دیسکورس و گفتمان بحثاشو دنبال کنید هست این. ولی به خاطر اون نیروها و علایق مختلف رو برخی ویژگی های این گفتمان در واقع انگار جدا شد از بقیهش و روی اونا تاکید شد که مثلا این جنبش این بوده و نه اون بوده و نه این. خب حالا توی اونا چند تا دیسکورس خیلی یا گفتمان خیلی برجسته است. من اینا رو فکر کردم که تیتروار براتون روشن کنم، هر کدومش یه بحثی اگه بخوایم بریم توش، که خب وقت ما دیگه قطعا اینجا امکانش نیستی و جلسه های زیادی صحبت کرد. اولیش دیسکورس فرهنگیه، گفتمان فرهنگیه. این توی یه جمله بخوام اینو خلاصه کنم، این گفتمان اینجوری فرمول بندی کرده، میگه جنبش زن زندگی و آزادی یک انقلاب فرهنگی علیه اسلام سیاسیه. هممون شنیدیم اینو و چقدر حالا تو این چارچوب این گفتمان چقدر مقاله، چقدر سخنرانی، چقدر مصاحبه اومده که این رو برجسته دیده و فقط رو این دست گذاشته. دومیش که از اینم گسترده تر بود دیسکورس فمینیستیه و در واقع این دیسکورس فمینیستی یا این گفتمان در واقع زن محور میگه جنبش زن زندگی آزادی یک خیزش به رهبری زنان است و میتواند تأثیراتی در ابعاد جهانی برای برانگیختن انقلاب‌های مشابه داشته باشد. این جنبش رو بیشتر تو این گفتمان ادامه و دنباله تظاهرات اسفند 1357 شناختن. اولین اعتراضات علیه حجاب اجباری توی این گفتمان، حجاب اجباری و مبارزه علیه حجاب اجباری خیلی در واقع برجسته است و بعد ادامه میدن که مثلا از 17 اسفند میایم جنبش های اعتراضی دختران خیابان در سال 1396 میگن یه رشته ایه که زنان برای حقوق خودشون، برای اینکه دگرگون کنن، با محوریت حجاب اجباری علیه این رژیم و سیاستاش مبارزه کردن و حالا اینو به یه انقلاب میخوان در واقع رشد بدن و جالبه که این بود خیلی هم جهانی شد. این بزرگترین بود یا گفتمانی بود توی این جنبش که شکل جهانی پیدا کرد و بسیاری از فمینیست ها و جنبش های فمینیستی در سطح جهان بحث کردن که تا حالا جنبش های فمینیستی در همه جا
شکل رفرمیستی و اصلاح طلبانه داشته، میخواسته سیستم موجود رو اصلاح کنه و زنان رو توی اون قدرتمند کنه. این اولین جنبشیه که در واقع نمایندگی کرده انقلاب زنانه رو، انقلاب فمینیستی رو، و درس داده که جنبش های فمینیستی میتونه در واقع این اهداف خودشون رو رادیکال تر کنن و تا حد یه انقلاب زنانه در سطح جهان پیش ببرن. خب این خیلی هم تو جامعه ما روش بحث شد، گفتارهای زیادی رو، نوشته‌های زیادی رو در این زمینه داشتیم. سومین گفتمان و دیسکورسی که توی این جنبش میشد دید در واقع گفتمان انقلابیه، دیسکورس انقلابیه. توی این دیسکورس اینجوری دیده شده: جنبش زن زندگی آزادی ادامه مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری اسلامیه که با یک جایگزینی کنه اونو با یک نظام ملی سکولار و دموکراتیک. در واقع این هدف این جنبش رو این دیده. این توی این گفتمان جنبش زن زندگی آزادی ادامه مبارزات جنبش سبز، اعتراضات دیماه، اعتراضات 98 آبان 98 و بعدش هم به صورت اعتراضات وسیع صنفی و سیاسی کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، مالباختگان، کشاورزان در سالهای گذشته ادامه داشته. اگر آشنایید با اینی که تو یکی از این چارچوب ها بیشتر در واقع این جنبش رو شناختید و دیدید، حالا من اینجا دارم بحث میکنم که نه همه این گفتمان ها در درون این جنبش بوده و هر کدوم بخشی از یک گفتمان کلانیه که این در واقع این جنبش اجتماعی مردم ما دامن زده و آورده رو و گفتمانهایی رو در جامعه تغییر داده با این محورها. خب حالا برای اینکه بگیم مثلا این جنبش خودجوش شبکه‌ای چی هست، ما اینجا با 3 کلید واژه سر و کار داریم: جنبش، خودجوش، شبکه‌ای. اینا رو به صورت جزئی اگر مورد خودشون رو اگه یه نگاهی بهشون بکنیم، بعد تلفیقشون راحت تر میشه وقتی من وارد بحث اون کلیت این نوع جنبش ها میشم. خب جنبش در واقع بحثی میکنیم، بحثمون از جنبش اجتماعی. کلید واژه است دیگه. جنبش اجتماعی سرنام های زیادی داره. حالا من به گرایش دارم از ویکی‌پدیا شروع میکنم و برای ورود به هر مبحثی فکر میکنم خب شاید بهترین جا باشه، ولی حالا میشه به جاهای دیگه هم مراجعه کرد، انسایکلوپدیاهای مختلف، به اصطلاح فرهنگ‌های جامعه شناسی، حالا ولا الی غیر نهایی. به هر حال جنبش اجتماعی در اصطلاح دانش جامعه شناسی هر گونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک یا تأمین هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی. یعنی در چارچوب یه نهاد نیست، یه حرکت جمعی با یه هدف معین، با یه منافع مشترک معین که در واقع در دل جامعه شکل میگیره. به اینا میگن جنبش. حالا خیلی دیگه تعریف سادشه. بحث دوم شبکه‌ایه. خب شبکه به معناهای مختلفی به کار برده شده دیگه. مثلا بگیم شبکه رادیو تلویزیون ها، خیلی هم میگیم شبکه مثلا منظورشون مدیاست. خب خیلی هم اتفاقا از شبکه به عنوان مدیا استفاده میکنن، خبررسانی انجام میدن باش، در واقع از قدرت توزیعیش استفاده میکنن. مثل اینکه حالا منم اینو اگه کاملش کردم میذارم مثلا توی شبکه ها خودشون این رو چیه توضیح میکنن، به دست هم میرسونن، میرن. این ویژگی رو خیلی شبکه رو با همین ویژگیش فقط میشناسن، درست؟ و بعد یه بحثی داریم که پلتفرم های شبکه اجتماعی. وقتی پلتفرم ها رو صحبت میکنیم اون چیز دیگه ایه. اون پلتفرم ها یک سری در واقع اپای، یک سری در واقع نرم افزارهای، یک سری به اصطلاح منابعی هستن.
پلتفرم هایی هستن که در واقع ما همه باشون دیگه الان آشنایی سر و کار داریم، مثل فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و غیره و غیره. درست، ما اونجا تو چارچوب یک ارتباط و یک کنترل و یک به اصطلاح شکلی با هم مرتبط میشیم و میتونیم یه کارایی رو بکنیم و یه سری کارایی هم نمیذارن بکنیم دیگه. حالا همه این روزا اون نمیذارن باشون هم که هی بیشتر شده دیگه، همه در جریانیم. شبکه اجتماعی هم داریم. شبکه اجتماعی قبل از اینکه اصلا این پلتفرما و اینترنت پیدا شه، گروههایی از آدما هستن که یه ارتباط انگار تکرارپذیری با یه هدفهایی دارن، ولی آگاهانه نیومدن مثلا متشکلی بشن برای این قضیه، ولی اومدن دور هم جمع شدن تو جامعه. خیلی صحبت میکنم از این شبکه‌های اجتماعی، از انقلاب مشروطیت هم بهش اشاره های شده تا تو انقلاب بهمن و تا قضایی ها. البته پلتفرم های شبکه آنلاین وقتی پیدا میشن حالا متناظر میشن با این شبکه های اجتماعی و اینا به همدیگه داد و ستد دارن، رو هم تاثیر متقابلی میذارن که به بحث امروز ما چیه معروفه، ببخشید مربوطه. درست. حالا وقتی میگیم جنبش های شبکه‌ای، هم منظورمون اینه که یه پایگاه واقعی جنبش اجتماعی داره و هم یه ساختار و ارتباطاتی که از طریق پلتفرم ها در واقع در درونش قرار گرفته. درست. حالا بحث سوم، کلید واژه سوم خودجوشه. وقتی میگیم خودجوشی، درست، که خیلی جاها اینو در واقع با افقی بودن این جنبش ها و اینی که در واقع از یه جایی میرویه و انگار خودش رو تکثیر میکنه، مرکزی و شکلی و برنامه‌ای از قبل برای اینکه چجوری گسترش پیدا میکنه نداره دیگه. ما قدیم توی شورش ها مثلا این خودجوشی رو میدیدیم، خیزش ها مثلا این لغت ها رو درشون به کار میبردیم. حالا من دیدم خیلی هم که مثلا از این لغت شبکه هیچ خوششون نمیاد، اینا رو جایگزینش میکنن که خیزش بوده مثلا جنبش زن زندگی آزادی، مثلا شورشه، خیزشه و به اون جنبه، و اونا خیلی حالت انفجاری داره، خیلی حالتی با یه سرعت حیرت انگیزی این پدیده یه جنبش اجتماعی وقتی گسترش پیدا میکنه، خب بحث از اینه که یه خودجوشی توش هست. وقتی گفتم سازماندهی و برنامه از قبل از جایی برش متصور نیست. خب این حالا مثلا حالا یه خود تند شکل میگیره یا کند شکل میگیره، آیا خب این چه ویژگی داره، چرا ما دست بذاریم روش؟ من یه مثالی زدم برای اینکه این رو متوجه کنیم. ببینید ما رودخونه داریم برای مثال. خب توی رودخونه خب یه آبی در جریانه، یه رودخونه بزرگی باشه روش قایق سوار میشیم، بلم سوار میشیم، ماهی میگیریم. نه تو اون فریم، تو اون چارچوب مفهومی رودخونه یک عالمه چیزای دیگه بهش وصله. کنار رودخونه پیکنیک میکنیم. درست. حالا وقتی توی این رودخونه آب زیادی میاد، یهو در واقع سیل اتفاق میفته، ما دیگه توی اونجا اصلا این چارچوب مفهومی عوض میشه، کیفیتاً عوض میشه. این نیست که فقط یه پدیده کمیه. ما تو سیل ماهی نمیگیریم، ما توی رودخونه‌ای که در حال سیله، درست، دیگه قایق سواری و بلم سواری نمی کنیم، شنا نمی کنیم. شنا هم کنیم یعنی معنیش چیز دیگه است، یا آدمی رو سیل برش داره من میکشه. همه مفاهیم میتونه عوض شه. تو این جنبش های خودجوش شبکه‌ای هم درست اون ویژگی خودجوشی و اون گسترش سریع سیلوار اون به اصطلاح یه ویژگی های خاص و تازه‌ای بهش میده که کیفیتش تغییر میکنه. حالا اینا وقتی با هم تلفیق میشه یک جنبش خودجوش شبکه‌ای که میگیم، حالا با یه پدیده‌ای به اصطلاح مصادفیم که تو شکل زن زندگی آزادی اونو خب همگی دیدیم. این جنبش های خودجوش شبکه‌ای خیلی هم پدیده‌ایه که دیگه الان توی جهان شناخته شده است. متاسفانه توی فرهنگ ما توی ایران خیلی کم سراغ این میریم. درست.
به خاطر که اون مدیاهایی که خیلی ما تحت تاثیرشیم و همش مترجم حرفای اونا میشیم گاهی در به اصطلاح همین گفتمان ها و دیسکورس های سیاسی اجتماعی، اونا خیلی نمیخوان اینو مطرحش کنن. بعد مثلا جداگانه خارج از مینستریم، از اون جریان اصلی بری ببینید چیه. ولی اگه برین و ببینید که گاهی که خیلی اوج گرفته تو اون مدیاها اومده، من یه نمونهش رو گذاشتم، حالا این در واقع پرزنتیشن من به صورت پی دی اف همراه این خدمتتون میدم دیگه، میذارم اونجا که اگه کسانی خواستن ورودی در واقع این لینک ها رو ببینن و مطالعه مثلا چی میگن دقیق تری بکنن، بتونن منابع لازم رو راحت داشته باشن، خیلی دردسر نکشن دیگه. سورس ها هم اوپن، خلاصه اوپن سورس در اختیارتون بگذارم. درست، من یه دونه از اون لینک ها رو گذاشتم: اعتراضات جنبش جهانی برای تغییر کلی در جهان در 82 کشور. خب که اونجا حالا تمام لیست این کشورهای عظیمی رو که در طی این سالها درگیر این نوع جنبش ها که هر کدومش هم ویژگی های خودشو داره هستن بودن اونجا لیست کرده، ریفرنس هاشو داده. مثلا همین عکسی هم که اینجا میبینید مال اسپانیاست که میلیونی آدم ها رو کشیده. ما دو تاشو توی اون بیرون از مرزهای خودمون دو تاشو بیشتر باهاش آشنا بودیم. یکی در واقع آکوپای وال استریت، جنبش تسخیر وال استریت، درست، و دومیش جنبش جلیقه زردها تو فرانسه، یلو وست. خب که اینا هم خب مثلا طولانی مدت بوده، وال استریت چندین ماه و جنبش جلیقه زردها تا 1 سال در واقع جنبشی در واقع پیش برد و خیلی تاثیرات شگفت‌انگیزی تو تغییراتی توی فرانسه گذاشت که بعداً توی تحولات اخیرش اونا دیدیم دیگه که چه مبارزات عظیم مردمی اونجا شکل گرفت و به یه فرهنگ تبدیل شد. دوباره اومدن بعد از گفتن بعد از سال 60 دوباره یه نوعی از حالا اینا حداقل توی فرانسه و اسپانیاش هم همینجوری بوده، تو جایی رخ داده که بسیار احزاب سازمان یافته و متمرکز داره. یعنی شما تو فرانسه تو هر نه شهر، تو هر محله‌ای همه احزاب اصلی دفتر دارن، نه فقط هوادار دارن، اعضا دارن، جلسات دارن، دفتر دارن، همه چیز زیر نظر احزاب اتفاق میفته. و حالا فکر کنید تو اون جامعه میلیون ها آدم میان تو خیابون هر شنبه و هیچ کدوم از این احزاب نمیدونن اینا کیان. اونا اینو سازمان ندادن و خیلی جا میخورن، اول نفی میکنن و بعد حالا درگیر بحثاش میشن و در واقع میگن نه خب این یه تحولیه، یه پدیده نوظهوریه که باید ببینیم چجوری باهاش مبارزه کنیم. این پس این پیشینه جهانیش هم اگر کسانی علاقه من بودن این ورودی رو بگیرن و برن به خیلی جاها در واقع میرسن. من یه نکاتی رو میام حالا بحث تشکل، مثلا تشکل ماجراش چیه، مثلا تشکل چی هست که حالا یه تشکل حزبی و یه تشکل مثلا خودجوش توی جنبش شبکه‌ای مثلا متفاوته، چیه اصلا این نداره اون داره، اصلا خود تشکل اول باید ببینیم چیه. اگه اونو خوب بفهمیم اون وقت دنبال اشکال مختلفش میتونیم بگردیم و گیج نشیم و گیر یک سری نگاه‌های تعصب آمیزی که هر چیزی غیر از همون کاری که ما تا امروز میکردیم جلو چشمون قرار گرفت نفی نمی‌کنیم. لازمه این که ما اصلا برگردیم و خودمون برسیم تشکل چیه. بعضی از اینان که میگن متشکل باید شد و هی تشکل بعد انجام، خیلی روی این تاکید میکنن تو شعاراشون تو حرفاشون. من ازشون این رو چیز میکنم. من یه خواهشی دارم، اینی که میگیم متشکل شویم رو یه آچهار، یه کاغذ آچهار در واقع، یا مثلا 5 تا پاراگراف 4 زیرش بنویس یعنی چی کار میکنیم. یعنی برای اینکه متشکل میشیم بگو یک، یعنی مثلا یه آدمی رو پیدا میکنیم که میبینیم اینجوریه. 2 مثلا سعی میکنیم باش ارتباط بگیریم. 3 مثلا اینو ریز کن از اون حالت یه کلید واژه در واقع مقدس شده بیا بیرون.
ببین چی یه عملیه دیگه، این عمل چجوری؟ خب حالا اشکال مختلف میتونه داشته باشه و بعد حالا علمش، که این علم چی اگه بریم توش بعد خیلی روشن‌تر میشیم برای درک این نوع مبارزه‌های جدید. درست؟ حالا برای اینکه خود تشکل ببینیم چیه، اول بحثی که میکنم آقای جورج لوکاچ، درست، یه چیز جالبی رو که گفته، باز از همین گفتارها من استفاده کردم. قدرت برای ما قبل از هر چیز توانایی تبیین پدیده ها و آنگاه توانایی وادار کردن پدیده ها به رفتار در جهت مطلوب ماست. یعنی ما اول بحث قدرت رو میکنه. ما برای اینکه قدرت ایجاد کنیم بین مردم، قدرت تو سازوکار و ساختار در حکومتیش اصلا یه پدیده دیگه. برای اینکه برای چی میریم سراغ این؟ برای اینکه بخوام بتونیم پدیده ها رو درست تبیین کنیم، برای اینکه بتونیم پدیده ها رو وادار کنیم در جهت مطلوب ما رفتار کنن، میریم سراغ پدیده ای که قدرته. قدرت چجوری شکل میگیره؟ تشکل. درست؟ برای اینکه از طریق تشکلی که ما قدرت مردمی ایجاد میکنیم. حالا در این چارچوب وقتی میایم تشکیلات رو تعریف میکنیم، تشکیلات واسطه است میان تئوری و پراتیک، واسطه میان خواست فردی و جمعی. وساطت تشکل را نمیشود فقط به فرم اون خلاصه کنیم. این وساطت به صورت یه مجموعه از فعالیت و اقدامات و تعادل نیروهایی که در درون اون در واقع تشکیلات شکل میگیرن، وجود دارن، شکل میگیره. درست؟ پس ما تشکیلات میاد برای ما یه واسطه، یه وسیله، یک مدیومی، یک سپیسی در واقع میشه که نظرات ما رو، نظریه ها رو به عمل تبدیل کنه، به پراتیک سیاسی اجتماعی تبدیل کنه. بعد میگه تشکل در واقع شکل و فرم یک میانجیگری میان تئوری و پراتیک، توده و رهبری، زندگی روزمره و تاریخ، خواست فردی و جمعی و تقابل اقتصاد با سیاست است که به ویژه در لحظات تاریخی یک انقلاب یه قوام ویژه‌ای پیدا میکنه. پس این تعاریف خیلی در واقع فلسفه سیاسی تشکل بود که من اینجا بهش چیه اشاره کردم. حالا تو هر شرایطی یه تعادلی در یه نوع تشکل میتونه به وجود بیاد که اون حد اکثر توان اون جمع رو در واقع ازش بگیره. یعنی یه تشکل موفق تشکلیه که بیشترین توان اعضای خودش و هواداران خودش و پیرامون و درون خودش رو میتونه بگیره برای اینکه یه قدرت مردمی ایجاد کنه در مقابل اون قدرت در واقع دیکتاتوری حاکم. تشکیلات باید فضای مناسبی ایجاد کنه برای این کار، برای اینکه بتونه حد اکثر توان رو بگیره. درست؟ خب حالا برای اینکه چه بکنه این افرادی که میان توی تشکل چیا میارن وسط؟ میگه توان عاطفی، عقلانی و عملیشون رو میارن اونجا و این تشکل بعد فضایی ایجاد کنه که اینا به بهترین شکل بیاره. در این زمینه مقدار، شدت، دوام و یک روندی اقدامات در عمل مهمه. اینا چیزایی که تو اون تشکل به شکل ساختاری به اصطلاح تاریخی خودش که ما میشناسیم خیلی روش دست گذاشته شده دیگه و خیلی برجسته شده و خیلی کار و تجربه های عظیم تاریخی هم روش چیه به اصطلاح وقوع پیدا کرده. حالا تک که ما برای اینکه قدرت ببخشیم به یه تشکلی یه منابعی رو داریم میاریم. یعنی آدما چی میارن اون تو؟ میگه زمان میارن، تلاش فیزیکی، توجه و مهارت. بعد یه سری ظرفیت‌های ذهنی و هیجانی دارن آدما، مثل همدلی، صبر، تعهد، اعتماد، مصمم بودن، اهمیت قائل بودن برای دیگری، اشتیاق برای مخاطره و غیره، که اونا رو در واقع دارن میارن سرمایه گذاری میکنن. درست؟ منابع انسانیشونه که اینا رو میارن اون وسط. درست؟ اینه که چقدر از اینا رو بیارن در درون اون جمع، درست، به شرایط فرد، محیط
و فضای جمعی که گفتیم، اون فضایی که شما میسازین در واقع بسیار بستگی داره. اگه اون فضا مناسب باشه یه حد اکثر حیرت انگیزی از در واقع نیرو و توان و امکانات رو میاره. این جنبش های خودجوش شبکه‌ای تو این زمین ها حیرت انگیزن. حالا ما بهش میپردازیم. خب میگم هر سازمانی هم 4 تا جزء برای تشکل شناختن: اعضا داره، رهبری داره، ایده هایی و باورهایی داره که در جهت اون تلاش میکنه، گفتیم واسطه میان نظریه و پراتیک دیگه، درست، و در واقع یه ساختار تشکیلاتی در واقع این ارتباطات رو تعریف میکنه و مدیریت میکنه برای اینکه بیشترین منابع در واقع بیاد بیرون از کار، درسته. حالا همینا وقتی میایم ما تو جنبش های در واقع شبکه‌ای، درست، یه نوع خاصی از این در واقع جنبش های اجتماعی، اون تعریف رو دارم تکرار میکنم، شاید بهتر باشه روش بکنم. جنبش های اجتماعی شبکه‌ای نوعی خاص و معاصر از جنبش های اجتماعی هستند که بر اساس ارتباطات عمدتاً دیجیتال در پلتفرم های شبکه های اجتماعی دیجیتال بنا می شود و گسترش می یابد و برخلاف نهادها و تشکل های سیاسی اجتماعی مرسوم غیر متمرکز و افقی هستند. یعنی ما تو اون ساختارهای در واقع کلاسیک تاریخی خودمون فرم های هرمی داریم، تمرکز وجود داره، درست، و اینجا میبینیم افقی هستند، اونجا تمرکز وجود داره، اینجا میبینیم غیر متمرکزن. یه به خاطر همینم یه بحث ریزوم و در واقع شکلای ریزومی برای اینا قائل شدن، مثل این گیاهایی که مثلا شاخش میفته رو زمین، اونجا دوباره ریشه میده، انگار یه نهال جدید ایجاد میشه، دوباره میره جلوتر روی زمین ریشه میده و همینجوری گسترش پیدا میکنه. هر کدوم از اینا ریشه خودشون و ساقه خودشونو دارن، ولی به قبلی هم چیه؟ وصل هستن. از این نظر بعضی جاها اینا رو در واقع یه نوع تشکل‌های ریزومی مطرح کردم. باز من ریزومم حالا اینجا بهتون چیز لینک های لازم رو دادم اگه بخوایم بیشتر روش متمرکز بشیم. حالا این جنبش ها رو البته با 2 تا کلید واژه دیگه هم مورد بررسی قرار گرفته، یکی جنبش های اجتماعی، یکی جنبش های اجتماعی آنلاین. این گاهی هم به این جنبش اجتماعی آنلاین مطرحش کردن. خودجوشیشو در مورد قضیه براتون صحبت کردم و بعد فاصله بگیریم از این که بی سر و سامانن و محکوم به شکستن و چون رهبری ندارن به جایی نمیرسن. این گفتار در واقع گفتار کسانی که درگیر این نشدن، یعنی از قبل میخوان روی ایده های خودشون به صورت دفاعی دارن برخورد میکنن. اگه وارد این قضیه بشیم بعد میبینیم همه اجزا رو هم به یه شکلی داره و هدفمندی داره. حالا هدفمندیش خب متفاوته، نحوه عمل کردش، مدت عمل کردش خب متفاوته. اینا حرفای این بخش از حرفا خب آره درسته، ولی باعث نمیشه اینا که ما در واقع اینا رو چیه نفیشون کنیم. خیلی تئوری پردازی ها، نظریه پردازی هایی رو تو این جنبش به خصوص بعضی که فروکش کرد مطرح کردن. حالا من اسم نمیارم، چه سایت هایی هم خیلی علاقه ویژه‌ای دارن این کارو بکنن، به خاطری که میخوان یه رهبری از پیش تعیین شده ای رو در واقع جا بندازن برای خودشون و اینا رو همه رو نفی میکنن دیگه. که این انقلاب ها و اینا مثلا چیز شده، تاریخ رو که بررسی کنیم مثلا اینا 80% اینجوری، 70 اصلا تاریخ رو اینجوری نمیشه رو هم ریخت. اینا اصلا حرفای غیر علمیه. ما تحلیل مشخص، اوضاع مشخص، پس چی شد؟ حالا نه اومدن دیگه، حالا بحثایی که ما هم داشتیم، من خیلی دیگه ورود بهش نکنم اینجا، چون در واقع معرفی این سیستم رو دارم میکنم، خیلی درگیر نقداش نشم، درست. اما خودجوشی و توی این جنبش ها اصلا یه چیزی که مقابل مثلا سازمان یافتگی باشد نیست. نوع سازماندهی خودشو داره، نوع تشکل خودشو داره، درست. باز برای اینی که اینو بفهمیم و خوب درک کنیم
من خودم هم هنوز باش خیلی تلاش میکنم که در واقع فهمم تو این زمینه بیشتر و قوی‌تر و عمیق‌تر بشه. یه نکته ای بود تو یکی از نوشته ها من بهش برخوردم، فکر کردم خیلی بهمون کمک میکنه. ببخشید من جلوم خوش شد. و اون اینه که ما توی جامعه هیچ جایی رو نداریم که تشکل وجود نداره. ما از بی تشکلی تشکل نمی سازیم. یه پدیده‌ای وجود داره، این خیلی نکته مهمی بود. من بعدنم تو تجربهم دیدم دقیقا همینه، باز من خودم تحقیق کردم دیدم همینجوری. میگه آدما یه جورایی وقتی مرتبطن، اگر این ارتباطاتشون تکرار پذیره و یه در واقع شکلی رو به خودش میگیره، در واقع یه نچرال ارگانیزیشن دارن. ما همیشه یه سازمان طبیعی داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما کارگر یه کارخونه رو خط تولید داری کار میکنی، خب یه ارتباط طبیعی داری با همه اونایی که رو اون خط تولید کار میکنن. شما الان بیرون از کارگاه، مثلا اکثر کارگرها محلاشون هم خب حالا محله های کارگری، بخشی از این کارگرام تو همون محل میشینن. حالا تو اون محل وقتی اینا رو میبینی همکارتونه دیگه، یه نوع ارتباط طبیعی دارید. اون کاره به شما یه نوع شکل طبیعی تشکل داده. همکار، درست، همسایه، اینا شکل فامیل، خیشاوند. اینا شما با داییتون مثل یه آدم دیگه ای که مثلا همسایتونه تو کوچه نیستی، با اون یه نوع چیز داریم و تکرار پذیری داره، کالچر داره، محدوده. میگه ما همیشه تو جامعه با نوعی در واقع سازمان طبیعی برخورداریم و بعد متوجه باشیم سازماندهی یعنی تجدید سازمان. و اتفاقا هر چقدر این تجدید سازمان نزدیک باشه به اون در واقع سازمان طبیعی، ساختار طبیعی، بهتر، راحتتر و موفقتر کار میکنه. ما مثلا توی همون بحثایی داشتیم همیشه که تلفیق کار مخفی و علنی، وقتی بحثشو میکردن تو مبارزات انقلابی میگفتن سازمان مخفی باید حد اکثر شباهت به همون چی داشته باشه، علنیت داشته باشه و مخفی باشه. هرچی به اون نزدیکتر باشه ضربه پذیریش، آسیب پذیریش کمتر میشه. در واقع اون یه نوع از همین این بحث در واقع نچرال ارگانیزیشن، سازمان طبیعیه که من به نظرم میادش که ما باهاش روبرو بودیم تو اون تعریف همون. خب پس ما با سازمان یافتگی و بی سازمانی روبرو نیستیم، با یه دوگانه دیگری روبرو هستیم: خودسازماندهی یا سازماندهی هدفمندانه. این نوع اگه به صورت کلیدی روش دست بگذاریم و مال خود کنیم، حالا وقتی میایم تو این جنبش های خودشوش میبینیم او در واقع این خودسازماندهی داره. و حالا این خودسازماندهی ها رو یه حد اقلش حتی توی ناجنبش ها شناسایی میکنن و تو بحث های جامعه شناسیش به اون در واقع چی میکنن. مثلا این زنان ما که طی تمام این سالها درست توی ناجنبشی، همین الانم توی یک سری ناجنبش هایی با حجاب اجباری دارن مبارزه میکنن. یه هماهنگی پنهان دارن که اگه لباس مثلا چجوری الان حد اکثر خط قرمزا کجاست، چجوری اینو خورد خورد مثلا بشکنیم توی رفتارهای خودمون. و این رو دیدیم. اینو میگن مرز بین در واقع تشکل و بی تشکلی، از بین تشکلی در واقع همون تشکل‌های طبیعی میگن این مرز. اونام یه حداقلایی از در واقع چیه شکل‌های از تشکل رو تو خودشون دارن و در واقع یه نوع کانکتدنس بهش میگن، یه جوری ارتباط تضمین شده انگار رویدادها با هم دیگه داره. حالا اگر از این بیایم بیرون توی این جنبش هایی، حالا این همین که در واقع خود سازماندهی یه بحث خیلی مهمی داره، مسئله آموزش. یکی از کارهای تشکل آموزش دیگه، تبلیغ و ترویج، که ما چجوری یه ایده هایی رو میبریم توی
کار آموزشی و افراد رو، اعضا رو، و از طریق اونا پیرامون هواداران یه حزب سازمانی گروه رو در واقع به اون سمت اون هدفامون در واقع هدایت میکنیم. میگه توی جنبش های خودجوش شبکه‌ای در واقع از هم آموختن کار میکنه، درست، به جای اون آموزش سازمان یافته. من اینو باز میخونم، جالبه فشردش در بسیاری از موارد از هم آموختن قوی تر عمل میکنه تو این جنبش ها تا از مرکزیت آموختن. آموزش در یک جنبش خودجوش شبکه‌ای افقیه، به عبارت دیگه همه تو امر آموزش مشارکت دارن، همه میآموزیم، همه آموزگاریم و آموزش مطابق نیازمون انتخاب میشه. آموزگارا سیالن، پدیدار میشن، انتخاب میشن، اگر آموزششان مفید بود تشخیص داده بشه توزیع میشن، به دیگران معرفی میشن و با نظرات مخالف و موافق مخاطبان درگیر مباحثه میشن توی شبکه ها، درست. باز یه گفتاری رو من دیدم خیلی خوب اینو توضیح میداد از فردی به نام سامانتا اسلید، حالا من رفرنساشو دادم. میگه همه چیز از تو آغاز میشود، تو یک سپهر نمونه‌وار هستی. انگار بنچمارکینگ میگیم ما دیگه، در واقع نمونه میشی، بقیه اون نمونه رو سعی میکنن تکرار کنن. تو این تکرارام البته تکرار کپی پیست نیست، خلاقانه یا تغییراتی حالا توش داده میشه که منم اینم بهتون میپردازم. حالا این اعضای چهارگانه یه تشکل که گفتیم، درست، اعضا، ساختار، رهبری، ایده ها و باورهای هدایت کننده تو جنبش شبکه‌ای هم عیناً وجود داره. شکلش متفاوته، محتوای سیالتری داره، تکامل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه. برای اینکه ما این نوع این حرکت رو متوجه بشیم، این تفاوت ها رو، بد نیستش که به یک استعاره‌ای که من دیدم این رو قبلا ما تو مدیریت از این استفاده میکردیم، گفتم اینو براتون بگم. و اون اینه که یه مقایسه‌ای میکنن، یه بحثی شده، حالا آقای جین بلانکو اینو توی یه کتاب نوشته، پرواز بوفالوها. من اینجا به عنوان استعاره دارم ازش استفاده میکنم، مثال، تمثیل استفاده میکنه. میگه بوفالوها و قازها رو با هم مقایسه میکنه. میگه بوفالوها هم گروهی زندگی میکنن، اجتماعی زندگی میکنن، قازها هم گروهی اجتماعی زندگی میکنن. میگه بوفالوها مهاجرن، قازها هم مهاجرن. بوفالوها برای اینکه مهاجرت کنن، درست، یه رهبری دارن، یه گاویه که سالهای زیادی در واقع این یه لاقشلاق رو کرده، از این علفزار به اون علفزار رفته، اینا رو بلده، به خاطر سپرده، توانایی کسب کرده، متمرکز شده رو این قضیه. اون میفته پیش، بقیه گاوامون رو نگاه میکنن که شاقش رو دور دیدن، میشه دنبالش رفت و دیگه خودشون نمیدونن کجا دارن میرن، خیلی آگاهی ندارن، وقت و انرژیشون نمیذارن تو همون راه دنبال اون میرن و شکلشون اینجوری. میگن اینقدر این رهبری نفوذش قویه، گاهی اگه اون یا دره‌ای بره پایین تا یا چند رده دنبالش، اونا هم دنبال اون میرن از رده پایین، از اون دره ممکنه پرتشن بیفتن پایین. قازها شکل دیگه ای رو دارن. قازها جالبه وقتی مهاجرت میکنن به این شکل 8 دیدیم دیگه، پرواز میکنن، یکی اون جلو رهبر گروهه، خب، و بعدم این همین شکل در واقع ریزومی که ما میگفتیم، گروه گروه درست با هم میرن ولی گروه گروه خودشون دیگه مستقلن، درست. حالا اونی که اون جلو میره دلیلم داره 8 میرن که فشار بادو میگیرن و انرژی کمتری استفاده میشه. اونی که اون رأس قرار میگیره به ترتیب جاش عوض میشه، هر کدوم میتونن برن اون رأس و در واقع این زاویه ها رو تنظیم کنن، بقیه با اون هماهنگ کنن که حداقل انرژی رو مصرف کنن برای پروازشون. خب همه قازا میدونن قراره کجا برن، اگه شما هر کدومش جدا کنی بقیه میرن، هیچ مشکلی ندارن.
اینجوری نیستش که بعد یه شاخه گاوی رو اونجا رو ببینن و دنبال اون برن. جالبه میگن مثلا یه دونه از این قازا نتونست پرواز کنه، احساس خستگی کرد اومد زمین، بقیه قازا چند تاشون با این میان پایین، یه 24 ساعت میمونه این با هم بعد راه میفتن، مشکلی نداره، 3-4 تایی مسیر در واقع میرن. و حالا این جنبش های اینجور افقی شبکه‌ای که ما میگیم بیشتر به این قازا شبیهن تا به اون بوفالوها. این تمثیل رو گفتن برای اینکه متوجه بشیم این نیست که اگه اون شکل نیست دیگه شما نمیرسی به اون در واقع مقصدی که براش برنامه ریختی. نه اصلا اینجوری نیست، میرسی و میتونی اون کار رو ادامه بدی. خب حالا این بحث رو من از اینجا یه توقفی بهش میدم، شایدم 2 قسمتش کردم، تو قسمت بعدی بقیه این بحثمون رو ادامه میدم و ببینیم حالا چه ویژگی های این جنبش پیدا میکنه و چجوری به ما این بحث میتونه کمک کنه که با جنبش های آینده ای که جلوی چشمونه